حکومت ناحیه قمسنگیر که آموزگاران جوان را وعده داده بود برای خانه‌سازی زمینشان می‌دهد، اکنون میگوید باید از دختران محلی همسر بگیرند تا زمیندار شوند. مسئولین این پیشنهاد را انتخابی گفتند، ولی توضیح دادند که اگر آموزگاران مهاجر با دختران محلی ازدواج کنند، در این منطقه به اصطلاح ریشه می‌دوانند. برای آموزگاران مهاجر این پیشنهاد را راه و چاره درست حل مشکلشان نمی‌شمارند. چنانچه بختیار عادلوف، آموزگار جوان دبیرستان دهه مهنت آباد، در این باره به رادیو آزادی گفت: زن گرفتن مشکل ندارد، اما می ترسم که باز مشکلمان حل نمی شود. ما حالا 3 سال شد کار میکنیم، هیچ گپی از زمین نیست، ولی همراهانم 7 سال شد زمین نگرفته اند. حالا با 6 نفر در خوابگاه خوابیم. اگر زن بگیریم او را کجا می آرم؟ به ما زمین دهند، خانه ساخته بعد زن بگیریم. اگر مقصد زمین دادن ندارند، عمر ما را در اینجا بیهوده نگذرانند و باز یگان فکری دیگر کنیم. همچنین یکی دیگر از آموزگاران این دبیرستان، کرم خدا شکاریف، که از روشان برای کار به قمسنگیر آمده است، در این باره گفت: همسری من با 3 فرزندم در روشان است. من نمیتوانم زود خبرگیری بروم. فقط در تابستان وقت تعطیلی تابستانه می شود زن و فرزندانم را خبرگیری می روم. زمین ندادند تا خانه ساخته آنها را نزد خود بیارم. اگر یک مهاجر در 1 سال 2 بار از مسکو به تاجیکستان بیاید، ما از همین تاجیکستان با عذاب در 1 سال 1 بار فرزندانمان را می بینیم. ولی مدیر آموزش ناحیه قمسنگیر الچیزن کلایبه میگوید همه آموزگاران حتما به نوبت زمین خواهند گرفت، خواه مجرد باشند و خواه متأهل. وی افزود در سال روان 126 آموزگار که از دیگر نواحی به قمسنگیر برای کار آمده بودند صاحب زمین شدند. ناحیه قمسنگیر با کم و بیش 100,000 جمعیت یکی از آن مناطقی است که پس از جنگ داخلی با کمبود آموزگاران دچار شد. از این رو با وعده امتیازهای چشمگیر از دیگر مناطق آموزگار دعوت کرده و اکنون بیش از 300 آموزگار در دبیرستان‌های ناحیه کار می‌کند.